خیلی ازم میپرسن آقای صدقی این منظورتون از این کار چیه؟ میگم که دلیل نداره که من یه لاین به شما بدم که تو این لاین ما حرکت کن. نه، میگم خودتون فکر کنید، چه آزادی شما. ببین تصویرسازی یه پارامتر خیلی گنده تو مطبوعات بود اون قدیم. آیا تصویرگریه؟ برات هالند میگه من تصویرگرم، خیلی هم شاکیه. اون بحث روایتگری بود، چون علاقه من به سینما بودم، اون بحث روایتگری رو داشتم. باید ترکیب بندی بلد باشه، تکنیک بلد باشه، رنگ بلد باشه، هزار تا چیز بلد باشه. در واقع میگه پوسته ظاهری بوده، عمق نداشت دیگه. قوانین رو بسازیم که بشکنیمش. بله، یعنی اگه دلم بخواد اینجا یه کاری رو انجام بدم انجامش میدم. این کتاب برنامه باعث شد که من کتابای دیگه برای کانون نقاشی بکنم. بعد من آوردن کانون رو اولین چیز گفتن که میخوام یه فیلم انیمیشن بسازیم. گفتم من اصلا سینما بلد نیستم، من اصلا نمیدونم یکوباش چیه، فلان چیه. خب کانون درست شد، نویسنده میخواد، ندارم. از یه جایی افتادم تو کتاب خوندن. خیلی خوشبختن آدمایی که سر موقع میدونن کجا کارو تموم بکنن. این اصلا درس ماجراست. من خودم تکرار نمی کنم معمولا. دقیقاً ما هر کتابی که ورق میزنیم یه روایت متفاوته. ببین تحول اتفاق افتاده بوده، هیچکی نمیدونسته. من نمیدونم ما این نسل رو ندیده بودم. یعنی شما رو حیرت زده کرد. اصلا حیرت زدی. به این سازوکارهای هر نسلی خودشون تا حدود زیادی کشفش میکنن. ناگزیرن کشفش کنن. کشف نکنن به زور بهشون حقوق نمیشه. یه نسل حالا اصطلاحاً زی ساخته دیگه. هدفشون عین همه، میخوان زندگی کنن. هدف سیاسی اصلا ندارن. از طرف جوزف ویلکون هم یه پیغام خانم نسرین خسروی خدا رحمتشون کنه بر من فرستادن که به این پسر بگو ادامه بده، بچه با استعدادیه.